سلام مادر بزرگ، صبح شما به خیر و سلامت و شادی. مادر بزرگ، ما امشب مهمون داریم و تصمیم گرفتیم که برای خوشگل شدن خونمون یه دکور جدید برای توی کتابخونه تهیه کنیم. برای مثال 2 مجسمه بالا گذاشتم، یه دونه از اینا که شما برام خریدی گذاشتم، مجله هامو گذاشتم، یه سری کتاب اینجا هست. اینجا گفتیم یه پیشی بمونه برای اینکه خوشگل‌تر کنه کتابخونه رو. وای مادر بزرگ، نظر شما راجع به دکور جدید ما چیه؟ به نظر شما قشنگتر نشد دکورمون اینجوری بذاریم؟ جسورمون پایین گفته منم میخوام اینجا بشینم، ولی چون حسودی میکنه به جوسی ممکنه هر لحظه با این نگاه خشمگینانش بهش حمله کنه، ولی جوسی علل حساب گفته من میخوام اینجا بشینم و میخوام خیلی خودم رو نشون بدم با این 2 مجسمه بالا. جوسی میخوای اونجا بشینی بعد همش رو به رو نگاه کنی با شما جوسی، بعد فقط روبرو رو نگاه کنی، نمیشه چپ و راست رو نگاه کنی. مادر بزرگ، آقای معمارزاده چون داره با تلفن صحبت میکنه حواس جوسی رو پرت میکنه. بله با آقای نظری مادر بزرگ، جوسی من معذرت میخوام، آقای معمارزاده انقدر اذیت میکنه دیگه، من تو ویدیو رو پاس کردم. جوسی بعد فقط روبرو رو نگاه کنی با شما جوسی باریکلا مرسی. من نگاه کن هو با تو مگه نیستم، فقط رو به رو نگاه کن. باریکلا همینجوری بشین تا چند. جسبه خیلی حال نمیکنه زیاد با جوسی بخندیم. تو مجسمه بودی میگم. من برم یه جرش بدم راحت شم.